بحث هک ترید رو میخوایم یا ترید هکینگ رو میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم. داستان از چه قراره؟ ببینید الان شرایط جنگ اقتصادیه. نمونه بارزش حرکتیه که ترامپ انجام داد. حالا یه بار سر رمزارز خودش این کارو کرده بود که کشون تا سقف، همه طرفدارای خودش خریدن و بعد ریختش پایین و دیگه هیچ حرکتی ازش ندیدیم. میتونیم حالا رمزارز ترامپ هم اینجا بیاریم با هم دیگه ببینیم یه حرکت انفجاری و اصلا خیلی هم میگفتن این دیگه گیم چنجر هستش و بیشتری کسایی هم که این رمزارز رو خریدن طرفدارای خودش بودن و ببینید چطوری سر طرفداراشو کلاه گذاشت. و خب مورد بعدی هم حرکتی بود که توی پامپ BTC و XRP و ADA با این امید که یعنی این خبری که توی سایت تروس زد و گفتش که اینا میخوان جزء ذخایر ارزی آمریکا محسوب بشن و ما یه پامپی رو داشتیم از حدود مثلا 78 رسید تا 95 که اصلا تقریبا یه همچین شمی از دید تحلیلگرا بی سابقه بوده توی حرکت هایی که بیت کوین مخصوصا مثلا XRP یا ADA خیلی حرکت های هیجانی داشتن و بعد شروع کرد به ریزش به سمت پایین و خب توی در واقع کسایی که اینجا خریده بودن که خب خیلی ها جزوش بودن حداقل سرمایهشون 2 برابر شد تا اینجا، ولی توی همین بازی برگشت خب خیلیشو از دست داد. یعنی اون کسایی که سوار بازی بودن و این بازی رو راه انداخته بودن که بعدش مشخص شد یکی از کسایی که سودای اصلی رو برده پسر خود ترامپ بوده، توی این فاصله حداقل سرمایهشون 3-4 برابر شده و کسایی که اینجا سوار این بازی شده بودن یعنی توی این موج رفته بودن هر چی پول تا اینجا جمع کرده بوده یعنی همون 2 برابری که گیرشون اومده بود و پس دادن به بازار. یعنی در واقع میتونیم این فرض رو بگیریم که پسر ترامپ از توی این حرکت صعودی یه دوبل شد سرمایهش و باز توی حرکت نزولی که بود سرمایهش باز چندین و چند برابر شد که خب واسهش پرونده حقوقی باز کردن اینا که خب به جایی نمیرسه. ولی بحث این هستش که این یه نوع جنگ اقتصادیه. یعنی همه تحلیلایی که توی بیت کوین داشتیم که این تا در واقع مثلا این قیمت میاد بعد این تا اینجا میره یا تا ماه فلان همش به هم ریخت. چرا؟ چون یه سری آمدن از رانت استفاده کردن و تونستن پول خوبی به جیب بزنن. داستان جنگ اقتصادی تاثیرش رو روی مارکت اینجوری میذاره که اولا این که ما پوزیشنامون الان همه شورت هستن. یعنی اگر کسی پوزیشن لانگ برداره یا اینکه هولد بکنه به این امید که حالا این تا یه قیمتی میره، بحث این نیست که نمیره، بحث اینه که وقتی جنگ اقتصادی هست هیچ کسی توی دنیا یعنی مردم عادی حالا واسه هر کشوری باشن قرار فقیر و فقیرتر بشن و پول فقط میره دست یه عده محدودی که اون عده نه براشون نیشن مهمه نه براشون عقاید سیاسی یا ایدئولوژیک مهمه، فقط و فقط پول رو میشناسن. یعنی توی همین دوتا حرکتی که برای مثال ترامپ زد اول از همه سر طرفدارای خودشون کسایی که بهش باور داشتن سر اونا رو کلاه گذاشت. بنابراین الان وضعیت مارکت یه وضعیت متفاوته. یعنی شما در واقع تحلیلایی که از کانال‌های مختلف نگاه می‌کردید و بخواید بررسی بکنید الان دیگه هیچ کدوم از اون تحلیل‌ها 2 تا 4 تاش با هم دیگه در نمیاد. حتی خیلی از تحلیلگرا به این اعتراف کردن که ما دیگه هیچ تحلیل تکنیکالی نداریم. بنابراین پوزیشنامون شورته. یعنی ما باید اینجوری حساب بکنیم که یه دارایی رو که میخریم باید تا چند ساعت بعدش بفروشیم. اینی که بذارید و بخوابید فردا بخواید بیاین نگاه بکنید که چه بلایی سرش اومده احتمالاً وضعیت خوبی نخواهد داشت. به خصوص که اون تصمیم رو روی پیشبینیایی
گرفته باشید که توی سوشیال یا مثلا اکانت های معروفی که تحلیل میکنن توی فضای رمز ارز روی یه همچین بسترهایی تصمیم گرفته باشید، چون دقیقاً این جزء بازیاییه که اون کسایی که دارن توی این بازار از رانت خوبی استفاده میکنن همه این ذهنیت ها رو میخونه، یعنی میدونن اکثرا دارن چه ذهنیتی رو فالو میکنن و چه تصمیمایی میگیرن. بنابراین وضعیت فعلا شورته و به هیچ عنوان ما نباید هولد داشته باشیم و همچنین به اخبارم اصلا توجه نکنید، چون کاملا مشخصه که کلاهبرداری سنگین داره میشه از طرف در واقع رؤوس بازار، نه از طرف مثلا نهنگایی که ما نمیشناسیمشون. بنابراین کاری با نیوز نداریم، کاری با تحلیلایی که میگن توی این قیمت بخر دیگه به عنوان هولدر افتخاری نگرش دار، این حالا تا $1,000,000 هم قراره بره، اینا رو باید بذاریم کنار و فقط به چارت تمرکز بکنیم. حالا ما بیایم قوانین رمزارز رو با هم دیگه یه بررسی بکنیم. رمزارز یه بحثی داره به اسم گرید یا طمع، یعنی اول کاری میکنه که شما طمع بکنید و بخرید. موقعی که در واقع سبز میشه، سبز رو به یه شکلی میبره بالا که شما طمع بکنید و بخرید. مثلا الان به عنوان مثال همین وضعیت اینجا رو که نگاه بکنیم، ببینید تمام مثلا الان از این نقطه ما فرض بگیریم از نقطه 77.52 که رسیده تا 79 و بعد برگشته پایین، این سبزای بقیهش این طمع رو قبلا ساخته و اینجا یه ترسی به وجود آورده. ما یه طمع داریم، یه دونه بحث ترس داریم. وقتی طمع میاد شما رو تشویق میکنه که بخری، بعد ترس رو میندازه که شما بفروشی روی اون قیمتایی که مد نظرت نبوده و حتی بیشتر اوقات پایینتر از قیمت. یعنی چی؟ یعنی کسی که این سبزا رو دیده، طمع رو کرده، یعنی طمع رو انداخته به جون کاربر و اینجا یه سری از کاربرها فروختن چون به یه قیمت خوبی رسیده، دیدن یه ذره داره میاد پایین، دیگه ترسیدن. اونایی که سوار این موج شده بودن اینجا فروختن و اینجا که بازی یه ذره سبز میشه، طمعی میشه برای کسایی که سوار این 3-4 تا موج سبز رنگ نشدن. طمع میندازه به جون کاربر، اینجا میخرن، ولی وقتی قرمز میشه میبینن که نکنه ما اشتباه کردیم، خب میان نکنه این بازی بوده و میان اینجاها میفروشن. هر چقدر که توی این قرمزا کاربرایی که طمع کردن میفروشن، باز این بازی طمع رو ادامه میده تا جایی که ببینه این بازی دیگه در واقع خریداری نداره و باز همونجوری ترس و میندازه تا یه جا باز طمع رو شروع بکنه. بنابراین کل در واقع اگر بخوایم کل بازی ترید رو توی 2 تا بحث خلاصه بکنیم، میشه بحث ایجاد طمع، یعنی اول طمع ایجاد میشه و بعد ترس ایجاد میشه که شما اون چیزی رو که خریدی بفروشی و این بازی، این چرخه همینجوری ادامه داره. اما یه نکته مهمی که توی این بحث ترس و طمع هست، شما اگر شروع کننده بازی باشید، یعنی بتونید توی اون قیمت هایی که مد نظر داشتید خریداری بکنید و این قیمت ها الزاما یه قیمت نیستن. مثلا به عنوان مثال اینی که شما بخواین فکر کنید که مثلا توی فلان کانال گفته بیا روی این قیمت بخر و من برم روی اون قیمت یه لیمیت بذارم یا استاپ لیمیت بذارم که اونجا خریداری بکنم، الزاما اینجوری نیست و اتفاقا هر چقدر یه خبر یا تحلیلی پابلیک تر باشه، اونم توی این شرایط جنگ اقتصادی احتمال اینکه توی اون قسمت بازی در بیاره مارکت خیلی بیشتره توی این وضعیت.
یعنی اگر ما بتونیم کفایی که توی این بازی در واقع این میخواد ایجاد بشه که بعد از اون کفا بازی طمع رو شروع بکنه، میتونیم سودای خوبی به دست بیاریم. بنابراین شما باید شروع کننده بازی باشید. یعنی اگر یه بازی رو شما شروع بکنید، یعنی آمدید اینجاها، حالا یه ذره مثلا فرضاً میگیریم مثلا بالاترش، اینجا خریدتون رو زدید، بازی رو شما شروع کردید، بنابراین میتونید بازی رو ببرید و هر جا در واقع منطقتون حکم کرد از بازی خارج بشید و دیگه هم وارد نشید. ولی اگر من شروع کننده بازی نباشم، یعنی چشم به مارکت، میبینم این کندلای سبز شروع شده، میام این وسط ها، چون مارکت منو وادار کرده، میام اینجاها خریداری میکنم، یعنی من درگیر بازی مارکت میشم. در این صورت حتی اگر سودم بکنم، یعنی تا اینجا سودم بکنم، بعد میام این پایین اینجا باز میام میخرمش. چرا؟ چون لحاظ روانی من عادت کردم، یعنی این بازی رو من آمدم توی بازی مارکت، خب بازی رو خودم شروع نکردم. بنابراین معاملات موفق معامله هاییه که شروع کنندش شما باشید و مخصوصا توی این شرایط همیشه باید چشتون به مارکت باشه. یعنی اگر یه دارایی رو میخرید و مثلا حالا توی این کندلای سبز هر جاش که خریدید چشتون باید به مارکت باشه و به محض اینکه سود رو میبینید یا میبینید قیمت نزدیک شد به اون مرحله‌ای که پیش بینی کرده بودید، حتی اگه دقیق هم نرسیده، همین که چشتون سود رو دید باید بفروشید. چون کلا رفتار مارکت دیگه شده رفتار کلاهبرداری علنی، چیز پنهانی هم دیگه نیست. خب یعنی بحث آی کچینگ رو ما همیشه داریم، یعنی توی هر حالتی جلوتر که میریم از یه سری فرمولای ریاضی میخوایم استفاده بکنیم، ولی آی کچینگ رو داریم، ولی فرمولای ریاضی و ابزارهایی که میخوایم توی این ویدیو بحث بکنیم باعث میشه ما آی کچینگمون کمتر باشه. یعنی 24 چشم ندوزیم به مارکت. کیا چشم بدوزیم؟ اون موقع هایی که قیمت اومده توی اون محدوده هایی که ما میخواستیم، خب بیاد اونجاها که اومد باید آی کچینگ بکنید، چشتون به مارکت باشه و علاوه بر ابزارهایی که برای تحلیل دارید، با اون چیزایی که دارید در لحظه میبینید، با دیتاهایی که دارید در لحظه میبینید، با رفتاری که از مارکت دارید میبینید توی اون لحظه و همچنین رفتارهای قبلی که ازش دیدید، اونجا بتونید یه تصمیم گیری در لحظه داشته باشید. و همونطوری که میگم این تصمیم توی شرایط فعلی خیلی حالت لیمیت نداره. یعنی باید وقتی دارایی رو خریدید آی کچینگ باشید، چشم به مارکت باشه، به محض اینکه سود خوبی رو، یا چون میدونی یه موقعی ضرر ندادن خودش سوده تو مارکت، یه موقعی زنده موندن، اینی که شما ضرر ندی و زنده بمونی، خودش یه سوده محسوب میشه. خب ما یه بحث آی کچینگ هم امیدوارم تونسته باشم منتقل کنم. و اما ما 2 تا فرمول ریاضی مهم داریم که این فرمولای ریاضی مربوط به فقط رمزارز نیستن و توی حالتهای، توی در واقع بخشای مختلف طبیعت از این فرمولا استفاده میشه که فرمول فیبوناچی هست و فرمول لوگاریتم. البته یه مدل خاصی از لوگاریتم هست، حالا اسمشو توی کدا داریم، میریم با هم دیگه میبینیم جلوتر. فیبوناچی خب خیلی جا استفاده میشه. مثلا یه مثال خیلی معروفش اینه که تعداد برگای یه گل رو میشه بر اساس فرمول فیبوناچی تعریف کرد که در واقع یا مثلا ترتیبشون به چه صورته. اگر اینجا 3 تاست اون طرف مثلا یه دونه یکیه، بعد یه دونه 2 تا بغلشه، چون حالت سیمتریه دیگه. یعنی سیمتری یعنی در عین اینکه نظم و ترتیب نداره ولی یه نظم و ترتیب
خاصی داره که میتونه روی شما اثر بذاره. فیبوناچی خیلی جاها توی طبیعت صدق میکنه و توی بازارهای مالی جزو بیس هست، در واقع یه چهارچوبیه که چون جزو طبیعت هست اون رفتار بازار مالی هم نمیتونه ازش خارج بشه، که حالا نمونه عملیشو با هم دیگه میبینیم. لوگاریتم هم برای لانگ ترم استفاده میشه، یعنی زمانی که مثلا برای مثال شما میخواین بیت کوین رو برای 2 سال آیندهش رو پیش بینی کنید، برای 1 سال آیندهش رو پیش بینی کنید که ببینید کلا رفتار مارکت از اول تا الان به چه صورت بوده، تا 1 سال آینده احتمالاً چطوری میشه. ولی فیبوناچی برای شورت استفاده میشه، برای کوتاه مدت. یعنی شما همین امروز میخواین یه معامله بکنید، میتونید برای اینکه کف و تشخیص بدید یا مثلا یه پامپی شده میخواین تا کجا میریزه که شما یه نقطه ورود پیدا بکنید، میتونید از فیبوناچی استفاده بکنید. خب این قواعد کلی بود که کلا بازار شورت هست، به نیوزا توجهی نداشته باشید. حالا هر کسی میخواد بگه، ایلان ماسک بگه، ترامپ بگه، یا کانالهای تحلیلی که خب خیلی هم محترم هستن و قبلا شاید خبرهای درست ازشون شنیدید، ولی الان روی تحلیلای کسی حساب نکنید. کار ما توی این ویدیو این هستش که یه تولزی رو به شما معرفی بکنیم که داده هایی رو به شما میده، دیتا هایی رو به شما میده و کمکتون میکنه که تصمیم گیری درست انجام بدید. و کلا یه نکته هم توی پرانتز بگم، این تولزایی که سیگنال میدن یا توی تصمیم گیری میخوان به شما آفر بدن، وقتی تعداد کاربرشون زیاد میشه اون اثرشون رو از بین میره. یعنی چون در واقع فرصت های مارکت محدود هست، اگر بخواد مثلا یه باتی باشه که این پیشنهاد رو به همه بده، خب در واقع مثلا 10 نفر اولی که زودتر پیشنهاد رو میبینن و روش اقدام میکنن اون پیشنهاد رو دارن میسوزونن. یعنی پیشنهاد درستی بوده ولی در واقع پیشنهاد سوخت میشه. بنابراین شما در واقع هدف این هستش که با استفاده از نمونه کدا و تکنیک ها و نمونه تولزایی که توی این ویدیو با هم بررسی میکنیم ابزار سفارشی خودتون رو داشته باشید، یا حداقل دیتا رو برای خودتون به دست بیارید، نه اینکه دیتا روی سروری باشه که همه دارن میبینن. شما هم در واقع همون دیتا رو بررسی میکردیم که گفتیم شورت هست، به اخبار توجه نداشته باشید و قواعد کلی بازی مهمترینش اینه که شما شروع کننده بازی باشید. یعنی اگر بازی رو شما پیش بینی نکردید یا شروعش نکردید، بهتره درگیرش نشید. به قول یکی از دوستان، اصلا یه دونه موج رو نمیگیرم، فدای سرم، بهش فکر نمیکنم. و نکته دیگه که توی قواعد بازار هست، بازار موقعی که کندلای سبز نشون میده کارش این هست که توی شما طمع ایجاد بکنه و بعد ترس ایجاد بکنه. در واقع وقتی شما طبق فرمولای محاسباتی مثل فیبوناچی به یه منطقی میرسید، به یه استدلالی میرسید که مثلا توی حدود این قیمت میخرید و احتمال میدید که طبق رفتاری که توی مثلا حدودا مثلا یه روز گذشته یا توی چند ساعت گذشته از اون مارکت دیدید، احتمال میدید که روی این قیمت باید بفروشید. پای این استدلالتون باید وایسید. یعنی اگر مارکت اومد به شما ترس نشون داد، مثلا شما روی کفی خریدید، دیگه فکر نمی کردید از این کف بیفته، ولی مثلا $40 از اون باز میفته پایین تر. درسته پول شما داره کم میشه، ولی اصلا این کار مارکت هستش که بیاد ترس ایجاد بکنه که شما بدون سود بخواین از بازی خارج بشید، یعنی به ضرر کم قانع باشید. بنابراین یکی از اهداف ما این هستش که بر اساس فرمولای ریاضی و بر اساس برنامه هایی که تقریبا نوشتنش 2.5 سال برای من طول کشیده و یه چیز حدود $5,000 هزینه کردم که از سرمایه شخصیم هزینه شده که این فرمولا رو
صحتشون رو بررسی بکنم، صحتشون رو مطمئن باشم که این کار میکنه، چه توی شرایط که بازار خوبه و آپ ترنده، چه توی شرایطی که مثلا این روزها داون ترند هستش. بنابراین توی بحث ترس و طمع، نکته مهم مخصوصا توی ترس، نکته مهم این هستش که شما پای استدلالتون وایسید. یعنی اگر شما یه استدلالی رو داشته باشید و ببینید درسته، این همین که فهمیدید استدلالتون درست بوده خوشحالتون میکنه، دوپامین ایجاد میکنه توی ذهنتون. ولی اگر پای اون استدلال وای نستید، همین اسلحه‌ای که دارید که باهاش میخواین توی جنگ اقتصادی شرکت بکنید، همین باعث میشه که به خودتون آسیب بزنه. یعنی از سلاحتون علیه خودتون دارید استفاده میکنید. خب حالا من میام یه سری ابزار و یه سری کدایی رو که نوشتم که برای در واقع هک ترید هست با هم دیگه بررسی میکنه. من اینا رو گذاشتم توی مخزن گیت ها به اسم آنترا و توضیحات کاملش هم هست. یعنی شما در واقع بیاین اصلا با هم شروع بکنید. شما این گیت ها رو که کلون میکنید، این مخزن و این ریپوزیتوری رو کلون میکنید، خب فقط کافیه که یه npm اینستال بزنید و اینجا توضیح شده npm اینستال بزنید نصب بشه. یه سری کد پایتون هم داره، اگر اون کد پایتونه که بهش میرسیم که برای لوگاریتم هستش از اون بخوایم استفاده کنید، یه pip اینستال requirements هم باید بزنید که کتابخونه های اونم نصب بشه. و یه نکته دیگه که ما داریم توی این ابزارها، توی این کدهایی که نوشته شده، چون میخوان تعداد درخواست بالا بفرستن، تعداد درخواستی که از اون حالتی یک کاربر نرمال خارجه، یعنی به ریت لیمیت برخورد میکنه، از پراکسی ما باید استفاده بکنیم. در واقع به یه نوعی داریم به اون صرافی حمله میکنیم، داریم ترافیکی میفرستیم که یک کاربر رو بهش اجازه نمیده این همه ترافیک بفرسته. خب اینو توی هم ویدیوهای قبلیم گفتم، هم توی مقالاتی که داشتم، ولی خب یه مرور کوتاه بخوایم بکنیم، شما در واقع باید برید توی کلودفلر و اونجا ورکر بسازید. توی ورکرها این کد اسکریپتی که حالا من لینک این کد اسکریپت هم میذارم، این کد ورکر شماست. یعنی توی کلودفلر ثبت نام میکنید، یه ورکر میسازید، این کد ورکر رو داخل اون ورکرتون قرار میدید، دیپلویش میکنید و بعد آدرس ورکراتون رو میایید توی فایل پراکسی 24M میایید اینجا میذارید آدرس ورکراتون رو. به عنوان مثلا من برای تولزی که الان خودم شخصا دارم استفاده میکنم برای بحث رمز ارز 240 تا ورکر تعریف کردم. فقط یه نکته ای که داره، توی کلودفلر مثلا نمیتونید با 240 تا جیمیل ثبت نام بکنید. خب اصلا کلا ساختن 240 تا جیمیل کار سختیه. اون ایمیل آلیاس هم نداره که مثلا با یه به علاوه بشه اون لیمیتش رو دور زد. باید یه دومین ثبت نام بکنید توی مثلا یه هاست لینوکس فرزند از هاست ایران بگیرید یا از هر هاستینگ دیگه ای که پنل ایمیل داره، پنل پلسک داره و توی اون اکانت بسازید. خب توی اون ایمیل بسازید با ایمیل هایی که اون، چون تعداد ایمیلش نامحدوده، یعنی میتونید هر چند تا ایمیل مثلا من خودم یه دامنه دارم به اسم naderchat.ir، بعد این 240 تا ایمیلیه که من با naderchat.ir ساختم، با اون ایمیل ها اومدم توی کلودفلر ثبت نام کردم. فقط وقتی هم میخواین توی اون کلودفلر ثبت نام بکنید، یادتون باشه برای هر ثبت نام بیان یه پروفایل جدید باز بکنید. شما از هر مرورگری استفاده میکنید، این حالا این طرفش بالا سمت راست یا سمت چپ یه آیکون کاربر هست، آدمک هست که اونو بزنید میتونید یه پروفایل جدید ایجاد بکنید یا اضافه بکنید
که این باعث میشه که کوکیایی که توی یا لوکال استوریجی که توی کاربر قبلی بوده که تو کلودفلر ثبت نام کردید اونا منتقل نشه، چون اگر اونا منتقل بشه خب اون سیستم دفاعیش متوجه میشه که در واقع یه مشکلی بوده و جلوتون رو میگیره و به ریت لیمیت میخورید. خب بیایم سراغ آنترا رو ما گیتابش رو کلون کردیم، یعنی کد رو دانلود کردیم، اون دستورات اینستالش رو انجام دادیم و ورکرامون رو ساختیم، یعنی اون ورکرهایی که قرار شد بذاریم توی فایل پراکسی 24M، حالا هر چند تا هست میذاریم، فقط اینجا عددم درست میکنید دیگه. من اینجا 240 تا گذاشتم، اینجا هم یه عدد 240 داریم. البته اینو میشد بر اساس لنت آرایه ورکرم بگیرم، ولی خب مثلا خودم یه موقع ها یه سری از ورکرم درگیر یه سری کارهای دیگه هستن، این عدده رو دستی جابجا میکنم، به خاطر همین لنت نگرفتم. این کدا رو همه رو میتونید بدید به کوپایلوت و ازش بخواین که براتون تفسیر بکنه، ببینه چی کار میکنه، یا اگر میخواین سفارشیش هم بکنید از خود کوپایلوت کمک بگیرید، چون در واقع بیشتر این کدا رو هم این نسخه آخرش که الان هست و دارم خدمتتون پرزنت میکنم، اینا رو با هوش مصنوعی مرتب کردم. یعنی ایدهش برای خودم بوده ولی با هوش مصنوعی با کوپایلوت استاندارد سازی شده. به خاطر همین هم میشناسه کدا رو، هم این که اون فرمت خودش هست و راحت میتونه تحلیل بکنه. و بعد از اینکه پراکسیامون و ورکرامون رو درست کردیم، روی ویندوز هم میتونید از این ابزار کامل استفاده بکنید. یعنی مثلا برای MITM یا این پراکسی هم نیازی نیست اصلا از لینوکس استفاده کنید. اتفاقا ویندوز سیستمیه که حالا یه مدت کنار رفته بود از فضای امنیتی یا فضای سیستمی، ولی کم کم داره وارد بازی میشه و حتی تو یه سری از موارد دیگه خیلی از افرادی که تو کار امنیتی هستن جدیدن دیگه از لینوکس استفاده نمیکنن، دارن مثلا سعی میکنن همش از ویندوز استفاده بکنن. داره برمیگرده به بازی و احتمالاً میگیره. بنابراین صحبتمون الان روی ویندوز هست. این MITM پراکسی رو هم نسخه ویندوزش رو دانلود بکنید، نصب بکنید. پایتون هم روی ویندوزتون نصب بکنید. VS کد هم اگر ندارید حتما نصب بکنید. خب و اینا هر سه تاشون هم سبک هستن، اصلا نصبشون یا دانلودشون خیلی زمانی ازتون نمیگیره و هر جا توی نصب و ستاپ اینا یا اجراشون مشکل داشتید قرار شد از کی بپرسید؟ از کوپایلوت سوال بکنید. خب حالا یه نمونهش رو احتمالا ما میدیم، یه نمونه از کدا رو که برامون تحلیل بکنیم. و بعد از اینکه هم پایتون نصب کردید هم MITM پراکسی رو نصب کردید و ورکراتون هم آماده بودن، میاین این دستور رو توی ویندوز بای دیفالت که پایتون نصب میشه با دستور PY بهتر اجرا میشه. یعنی شورت کدش به این صورت هست که به جای اینکه بزنید پایتون یا پایتون 3 با PY بهتر میتونید این کار انجام بدید. گذشته از اینکه MITM پراکسی رو خودش رو نصب میکنیم، میایم لایبرری پایتونش هم با این کامند نصب میکنیم. و در نهایت هم قبل از اینکه بخواین هر کدوم از کدهای پروژه آنترا رو اجرا بکنید، اول بیاین پراکسیتون رو رام بکنید. یعنی به عنوان مثال من الان میام همینجا، حالا من در حال استفاده بودم ولی خب برای ویدیو یه دونه کلیر میزنم، از اول این کارا رو انجام میدیم. MIT این دستور پراکسی رو ران میکنم، میاد یه دونه در واقع داشبورد وبم برام باز میکنه. خب و MIT ما اول اجرا میکنیم و حالا میریم سراغ
کد هامون. ما پراکسی رو اجرا کردیم که در واقع برای حمله داریم استفاده میکنیم دیگه. گفتیم این ترافیکی که میخوایم بفرستیم ترافیک غیر معموله، یعنی صرافی ها همچین ترافیک رو از یوزر قبول نمیکنن. پیشفرضشون اینه که اونا میدونید صرافی ها خودشون به همه این دیتا ها دسترسی دارن و خودشون سعی میکنن سوار این موجا بشن و بیشترین سودا رو ببرن، مثل بایننس. یعنی شاید ثروتی که مدیر بایننس توی کلا رمزارز در آورده هنوز کسی به اون ثروت از طریق رمزارز نرسیده. خب چرا؟ چون خودش به همه این دیتا ها دسترسی داره و به شما که کاربری اجازه نمیده اینجوری اتک بکنی این دیتا رو جمع بکنی. ما الان توی این تولزه میخوایم یه دیتای خیلی زیاد بگیریم، خودمون جای اون صرافیه باشیم که ریل تایم همه این دیتاهای رمزارزا رو بتونیم پردازش بکنیم، روش تصمیم گیری صحیح انجام بدیم. و نکته بعدی حالا آفر. حالا ما که پراکسیمون رو آماده کردیم، آماده حمله به در واقع دیتابیس صرافیمون هستیم، اول بتونیم کل مارکت رو یه پردازش بکنیم و یه تعداد آفر ازش در بیاریم. مثلا در واقع انگار این که یه سری رمز ارز رو به عنوان فیوریتمون بذاریم، چون این لیست فیوریت شما مخصوصا توی این وضعیتی که از بازار توضیح دادم که جنگ اقتصادی و شورت هستش، میدونید یه موقعی بازار داون ترند میشه، بعد که آپ ترند میشه اوکی میشه. این قابل درکه، ولی نه از الان به بعد. یعنی از الان به بعد بازار آپ ترند هم بشه، مثلا یه سری از تحلیلگران میگن که حالا به هر روشی قیمت بیت کوین بره توی این دورش بره 100,000 رو رد کنه، دیگه رفته، دیگه میره روی 125,000 دیگه بازار صعودی میشه. من تصورم این نیست، چون اون کسایی که توی جنگ اقتصادی تا همین چند هفته نشون دادن که هیچ رحمی ندارن حتی به اون کسایی که پیروان خودشون هستن، میدونن که شما هم اینجوری فکر میکنی که اگر از 100,000 رفت میره تا 125,000. بنابراین مطمئن باشید براتون خوابایی دیدن. یعنی این تحلیلای کلی که یه باور هست، اصلا کلا اینا رو باید کنار بذاریم توی این شرایط. خب توی این شرایط فعلا بازار شورته، مگر اینکه دیگه ما ببینیم جنگ اقتصادی در کار نیست، مثلا کشورها برای هم مالیات‌های عجیب غریب نمیبندن و یا در واقع مثلا رهبرای دنیا فقط به فکر جیب خودشون نیستن، حداقل به طرفدارای خودشون احترام، اونجا میگیم خب مارکت برمیگرده به وضعیت قبلی و همون تحلیلی که قبلا داشتیم. که خب این ما بحثمون الان در مورد کریپتوه، ولی کلا بازارهای مالی الان شکلشون تقریبا همین شده. خب حالا که ما ابزار اتکمون رو آماده کردیم، میخوایم بیایم یه تحلیلی روی کلا رمزارزایی توی صرافیمون داشته باشیم. یعنی یه مثلا داشبوردی یا یه لاگی داشته باشیم که انگار خودمون ادمین اون صرافی هستیم و داریم کل مارکت رو از بالا نگاه میکنیم، نه یه یوزری که مثلا فقط میاد تاپ گینرها رو میبینه یا تاپ لوزرها رو میبینه، یا مثلا چند تا رمزارز توی فیوریتش داری که اونا رو هیچ وقت عوض نمیکنه. اینجا بودم. فیوریت شما الان باید هر روز عوض بشه، چون اگر شما مثلا به عنوان مثال به این نتیجه رسیدید که الان مثلا فاو لیست من مثلا اینا هستش، من هر روزی که بخوام وارد مارکت بشم باید بیام اینا رو پاک بکنم، از اول تحلیل بکنم مارکت رو و یه فیوریت لیست جدید در بیارم. حالا ابزاری که برای من اینجا میام یه ترمینال دیگه باز میکنم، اینجا ادو بزنید توی ویژوال استودیو، یه ترمینال جدید واسهتون باز میکنه. برای اینکه بریم شروع کنیم مارکت رو کلش رو تحلیل کردن، فچ کوین دیتا یه اسکریپتی داریم به اسم فچ کوین دیتا، بهش میگم نود بکن فچ کوین دیتا داجس. این میاد چیکار میکنه؟ میاد از طریق اون پراکسیه که توی همه کدا ست شده لیست رمزارزا رو میگیره، میره کیلایناشون رو میکشه بیرون، کیلاینای 5 دقیقه ایشون رو، چون 5 دقیقه از همه مهمتر. خب یعنی
5 دقیقه الان شما اینجا مثلا یک کف و سقفی دارید از بازار میبینید، بعد مثلا تکنیکال ها رو دیدید میان روی چارت میگن این ناحیه خیلی مقاومتیه، یه خط اینجا میکشن یه خط اونجا میکشن، میگن آپ ترند و دان ترند و بازار اینجا هست. یعنی اگر از این خطوط پرایس رد بشه یعنی رفتار بازارگردان عوض شد، یعنی با یه بازاری مواجه هستیم که تازه باید بشینیم حالا رفتارش رو تحلیل کنیم. شما اگر دیتاهای کیلاین، این نکته امنیتیه، دیتاهای کیلاین 5 دقیقه‌ای رو بگیرید، نه چیزی که توی این چارت چشتون میبینه، اون جیسونی که پشت پرده برمیگردونه، اونا رو تحلیل کنید، دقیقاً آپ ترند و دان ترند رو به شما میده، دقیق میده. اون دیتاییه که همون ادمین صرافی داره میبینه و شماها نمیبینید. و اگر هم تحلیل تکنیکالی میبینید که اینجا خط و خطوط میکشه، باید مدت‌ها هر روز به این مارکت نگاه کرده باشه، تاریخچه رو از حفظ باشه تا بتونه اونا رو در بیاره. ولی اگر کیلاینای 5 دقیقه‌ای رو بگیرید، قیمت کف و سقف، چون مثلا وقتی شما کیلاین یک روزه میگیرید میاد از اولش به شما میده، از تاریخچه اولش. از همینجا معلومه، یعنی شما همین نمودار ترید ویویی که هست وقتی روی روزانه میذارید، میتونید کل در واقع مارکت رو تقریبا از اولش ببینید. خب یعنی همه دیتا رو داره، مثلا نگاه کنید تا 2022 رفته، یعنی بقیه‌اش هم اینجا هست ولی خب دیده نمیشه اینا. یه ذره بیایم این ورتر میبینیم بهش میرسه. ولی وقتی رو 5 دقیقه میذارید، خب دیتایی که توی این خود ترید ویو دارید میبینید، یعنی میتونه براتون جا بده. حالا شما مثلا 2-3 برابر اینا فکر کنید که اینور هست، نه اینکه بکشیم لود بشه. اینا بعد مثلا حدودا تا 3 روز گذشته هستش. خب ولی تا 3 روز گذشته اینجا قابل مشاهده است. ولی اگه برید جیسون رو تحلیل کنید میبینید دقیقاً کف و سقف مارکت رو، یعنی این اگر از این خطوط عبور کنه میتونید از اونا پیدا بکنید. حالا این فچ کوین دیتا میاد اول لیست رمزارزها رو کلا از صرافی میگیره که چه رمزارزهایی داری، و بعد میره دونه دونه درخواست میده، کیلایناشون رو میگیره، کیلایناشون رو میاره توی یه پوشه به اسم آوتپوت، اینجا میسازه، توی پوشه آوتپوت این جیسوناشون رو ذخیره میکنه. خب اول شما باید بذارید این تموم بشه، یعنی هر روز که وارد مارکت میشید، حالا صبح، بعد از ظهر، شب که میخواین اون روز ترید بکنید، اول یه بار فچ کوین دیتا رو اجرا میکنید، میذارید 100% بشه، یعنی یه بار لیست کل رمزارزها رو جدیدشون رو آپدیتشون رو کیلاین های آپدیتشون رو بگیره و بعد خاموشش نمی کنید، میذارید همینجوری بره. یعنی مثلا شما اگر میخواین 8 ساعت ترید بکنید، اول که کامپیوترتون رو روشن میکنید یه بار بذارید فچ کوین دیتا اجرا بشه تا 100% بره، بعد حالا مرحله بعدی رو الان بهتون میگم، ولی تا آخرش بذارید این ریپیت بشه، خودش ریپیت میشه، نمیخواین شما برنامه رو ببندید و باز بکنید. یه بار تا 100% میره، یه دقیقه استراحت میکنه، بعد دوباره شروع، 5 دقیقه استراحت میکنه، دوباره شروع میکنه اونا رو از اول گرفتن. حالا من چون همین الان در واقع قبل از لایو داشته کار میکرده، دیتا هایی که توی آوتپوت دارم اوکی هن. یعنی خیلی قدیمی نیستم و میشه حالا بهش اعتماد کرد. میام یه تب دیگه هم باز میکنم، یعنی شما فرض کنید فچ کوین دیتا رو زدید، یه بار 100% گرفته، حالا اومده 5 دقیقه استراحت کنی که بره سری جدیدشون رو بگیره. یه باری که 100% شد، میایم چی رو اجرا میکنیم؟ نود میکنیم سیگنال دات جی اس. این هم میخواستم نشون بدم، ببینید درخواستایی که میره داره از MITM پراکسی میره دیگه، داره از اینجا میفرسته. حالا یه سریاشون شاید چند تا در میون یا موقع 403 بده که به خاطر اینه که اون ریت لیمیت ها رو مثلا تشخیص داده، شاید مثلا یا خود سرور کم آورده، چون ما داریم درخواستای زیاد بهش میفرستیم، خود سرور قاطی کرده که عموما همچین این حجم درخواست رو دیگه نمیفرسته، اونم از طرف کلودفلری که تراستد وایت هست براش.
اینجا بودیم که آمدیم سیگنال رو اجرا کردیم. سیگنال رو که اجرا میکنید، سیگنال دات جی اس میره اون کیلاین هایی که توی پوشه آوتپوت ذخیره شده اونا رو ور میداره پردازش میکنه. خب پردازش میکنه، لاگش هم اینجا به صورت HTML برای شما باز میکنه و بعد هر 1 دقیقه یه بار درخواست میده و یه سری اطلاعاتی رو از کل مارکت میگیره، مثلا ولومشون، مثل مارکت کپشون و یه سری محاسباتی که خب خیلی در واقع الان نمیخوام وارد تحلیلش بشم چون کلی در واقع سابقه پشتش هست، ولی میتونید کد سیگنال دات جی اس رو بدید به کوپایلوت براتون تحلیل بکنه که داره چیکار. الان وارد اون قسمت نمیخوام بشم چون شما در نهایت باید نتیجه رو ببینید. یعنی هر چقدر دارم من بگم منطق این کد خوبه، باید نتیجهش اوکی باشه. این الان ریفرش کانتش 1. خب یه مقدار صبر بکنید که چند بار دیگه ریفرش بزنه. من سیگنالم اینجا یه نگاه بکنم مطمئن باشم روی 1 دقیقه هست. اینجا روی 5 دقیقه هستش. خب این هر 5 دقیقه بار داره میگیره. من اینو بکنم 60,000 که هر 1 دقیقه یه بار بشه، چون در واقع اون روی کامپیوتر دیگه من از این سورس استفاده میکنم. اونجا تغییر داده بودم، اینجا جام بوده. حالا نسخه گیتابش هم حتما آپدیت میکنم. خب پس یه بار اینو پاوزش میکنم. ببین مثلا من الان تغییر دادم کد. اصلا تغییر دادن کد کار سختی نیست. حالا من کارم برنامه نویسی هست، برنامه رو خودم نوشتم، ولی شما میتونید برید به کوپایلوت ازش بخواین که مثلا این مثلا زیاد طول میکشه، 5 دقیقه است میخوام بکنمش 1 دقیقه، خودش تشخیص میده و کد جدید رو بهتون میده. یعنی نیازی هم نیست برنامه نویس باشید. خب حالا این 1 دقیقه یه بار این کارو میکنه. خب بذاریم یه بار انجام بده، چون یه بار این صفحه تولید شده میره صفحه HTML رو باز میکنه، یه دیتایی توش داره. بذاریم ریفرش کانتش بشه 2 حداقل. خب یعنی اونجا دیگه میدونیم با دیتای جدید، با دیتای این لحظه مارکت طرف هستیم. حالا من اینو میذارم چند و یه سری دیتا به ما داده. ببینیم اینا چیه. اولا این داره بر اساس پامپ اینا رو دسته بندی میکنه. یعنی پامپ، نه پامپی که الان پامپ شده. خب پامپ شده هم میتونید پیدا بکنید. داره بهتون میگه کدوما رو بخرید که الان نزدیک پامپ هم. یعنی داره یه حرکتایی توشون میبینه که اینا دارن خودشون رو آماده میکنن برای یه حرکت پامپ خوب. و البته جلوتر میرسیم که خب بیت کوین مسلما روی همه مارکت تأثیر میذاره، اونم تو این شرایطی که نزولی هستش. ولی ببینیم این چی به ما میگه. خب این خود کوینه، حالا 2 پرایس داره. حالا مثلا پرایس الانش آورده و 2 پیشنهاد قیمت داده، کاری با اینا نداریم. ولومش آورده، یه دونه بحث داره به اسم ولوم اینکریز. ولوم اینکریز میگه که کلا این دیتا ها هم از موقعی که شما این برنامه رو ران کردید داره پردازش میشه. یعنی کاری به گذشته مارکت نداره. از این لحظه ای که شما سفر رو باز کردید، برنامه رو اجرا کردید، این مرورگر باز شده، داره محاسبه میکنه از الان به بعد داره چه اتفاقایی میفته. میگه از موقعی که شما سفر رو باز کردید این رمزارزها مثلا ولوم اینکریزش مثلا -1/100% بوده. مارکت کپش نمیگه، مارکت کپش یه ذره رشد داشته، مثلا 3.9 رشد داشته. پرایس اینکریزش خیلی درست کار نمیکنه، کاری به این نداریم. رنک اینکریز میده، میگه رنکش چقدر رشد داشته. جامپ میگه که توی همین ردبندی که این انجام داده این کجای جدول بوده
چند تا افتاده بالاتر، جامپش هم اینقدر. و در نهایت طبق محاسباتی که توی کد داره که میتونید برید به کوپایلوت براتون ترجمه کنه که داره چه تحلیلی انجام میده، یه عدد بهش میده، یه نمره برای پامپ بهش میده. خب حالا ما اینجا یه بحثی داریم، این مثلا WIL، بیاییم همین مثلا رمزارز اول رو بیاریم که ببینیم این دیتا هایی که داره به ما میده چطوری هست. WIL، من کاش اینو توی جای دیگه باز بکنم، این بیت کوین رو داشته باشیم چون خب با بیت کوین کار داریم. WIL این رمزارز هست که به عنوان اولین پیشنهاد داده. خب از این رمزارزها زیاد میاد، خب که در واقع افتادن کف کف. ببین در کل اینا رو نگاه بکنید رشدی ندارن، یعنی مثلا این بر نمیگرده این بالا، کلا رمزارز فیکه، خب کلا اسکم این رمزارز. ولی توی همین تلاشایی که میکنه که افتاده کف بیاد بالا، خب یه پامپای خیلی خوبی داره. یعنی شما در واقع اگر بتونی این کفا رو تشخیص بدی، اینجاها خریداری بکنی همین رمزارز فیکو، یه سود خیلی خوب دستت میاد. خب ولی قبل از اینکه بخواین روی این رمزارزی که پیشنهاد داده ریز بشید، بیاین یه کاری بکنید، یک کلیک روی این بکنین. خب میتونین اونایی که سبز رنگ هست، اونایی که سبز رنگ هست میگه ولوم اینکریزشون سبز شده، یعنی مثبت شده. خب میتونید فقط روی اونا وقت بذارید، چون ولوم تقریبا، من یه مدت روی مارکت کپ کار میکردم، ولی ولوم تقریبا مهمترین پارامتریه که میتونه به شما سیگنال بده. یعنی وقتی ولوم یه رمزارز داره ثانیه‌ای، داره دقیقه‌ای میره بالا، یعنی اینکه این داره یه حرکت پامپی رو شروع میکنه. حالا شاید این پامپ مثلا همین لحظه باشه، خب شاید هم مثلا از 1-2 روز بعد قرار شروع بشه، طرفدارای این رمزارز یه اخباری شنیدن، یا مثلا این پروژه داره یه حرکتایی میکنه که میدونن از 1-2 روز بعد این میخواد یه استارت پامپ بزنه. ولی اگر روی این لینکی که واسه نام رمزارز گذاشته یک کلیک بکنید، این تایتل صفحه رو میبینید میگه بد، قرمزم میکنه، یعنی میگه اینو شما یه بار چک کردید دیگه نمیخواد چکش بکنید. بد یعنی چی؟ ما یه تولزی داریم که میاد حساب کتاب میکنه. یعنی هر اینجا لاست اکزیکیوشن ها میگه که مثلا از این رمزارز چه حجمی در واقع خریداری شده با چه قیمتی. از اینجا میشه فهمید که کلا مثلا این رمزارز رو چقدر دارن خریداری میکنن. $100 خریداری میکنن، $200 خریداری میکنن، $10 خریداری میکنن، خب یا اصلا مثلا $5 یا هر چی. خب میاد اینا رو محاسبه میکنه، اکزیکیوشن رو محاسبه میکنه. من الان اینجا پیشفرض اکزیکیوشن رو گذاشتم 250. یعنی اگر اینجا به شما یه رمزارزی رو گفت گود، تایتل صفحه شد گود بعد از اینکه کلیک میکنید روش، یعنی برای باکس $250 خوبه، چون باکس $250 یه باکس استاندارده. یعنی مثلا بیت کوین موقعی که در واقع مثلا یه حرکت پامپی رو شروع میکنه، تو شما باکس های $250 توش میبینید. خب یا مثلا الان خب اکثر اینا بدن. خب اونایی که بدن فعلا کاری باشون نداشته باشید. اگر دیدید یه کدومشون گود بود، گوده، نئو میگه گوده، نئو رو دارن $250 میخرن. خب NEO. خب حالا مثلا اگه یه چارت روزانه‌ش رو نگاه بکنید، دقیقا افتاده کفی که بازارگردانش باید یه حرکتی انجام بده و الا این رمزارز دیگه میمیره. خب و اگه روز قبلش هم ببینید، روز قبلش هم یه حرکتی زده. خب یعنی اینکه به یه نقطه رسیده که دیگه باید یه حرکتی زده، اونایی که خریدن فروختن. حالا
در واقع کسایی که توی مارکت هستن و روی این رمزارز فوکوس داشتن میان میخوان سود شما توی این همینه. یعنی اگر اینو خریداری میکنید مثلا کندلاشو حساب کتاب بکنید دیگه. الان آقا اینجا چه کندل خوبی بسته، خب یا اصلا همین در حد همین کندل اینم شما ازش سود بگیرید کافیتونه، نمیخواد منتظر یه همچین کندل بزرگی هم باشید. خب بنابراین وقتی نئو رو میگه گود الان نباید بخرید ها. یعنی اگر میگه گود نباید بخرید، اینو الان باید برید به فیوریتتون اضافه بکنید، به فیوریتتون اضافه بکنید، اینجا داشته باشیدش. خب حالا من چند تا دارم، بعد در واقع بهتون گفتم بعد خالی میکردید و الان نئو اولین رمزارزی بود که باید به فیوریت لیستتون اضافه میکردید. من همینجا و یه نکته دیگر هم بگم، اینا از بالا به پایین رمزارزهایی هستن که هنوز پامپشون شروع نشده ولی احتمال پامپشون خیلی بالاست. اگر اینو بیاین پایین، مخصوصا توی روزایی که مارکت خوبه یا استیبله، داون ترند نیست، استیبل هم باشه یعنی BTC توی حالت استیبل یا توی حالت آپ ترند، وقتی بیاین اینجا اونایی که ولوم اینکریزشون عدد بالاتری هستش، چون همش هم ولوم اینکریز نیست، یعنی ما باید رنک رو چک کنیم، مارکت کپ رو چک بکنیم، جامپشون رو توی مثلا همین سورتینگی که خودمون انجام دادیم چک بکنیم. ولی مثلا من الان بیام پایین تر، همشون مثلا این الان چنده؟ 3.73. بذار روش کلیک بکنم اینم چطوریه، میگه بده، ولی مثلا 4 خورده ای اینم بده. ولی توی روزی که مارکت استیبل باشه، اونایی که ولوم اینکریزیه که از بقیه بیشتره و روش کلیک میکنید میبینید اکزیکیوشنش هم گوده، یعنی به اندازه $250 خوب هست، اونا رو برید ببینید رمزارزهایی که پامپشون رو شروع کردن. مثلا پامپش رو شروع کرده، میری میبینی 8% پامپ کرده تا الان ولی این قراره مثلا تا 35% تا 45% اون روز پامپ بکنه. یعنی شما توی همون 8% هم بخری، مطمئن باش اون روز سودتو میگیری، روزی که بازار یا استیبل باشه یا آپ ترند باشه. البته مخالفه، یعنی یه موقعی هستش یه نکته ما داریم، یه روزی که مثلا بازار آپ ترنده یا استیبله، مثلا بیت کوین استیبل، یعنی یه ذره میریزه یه ذره میره بالا، یه ذره میریزه یه ذره میره بالا، شما میتونید یه کاری بکنید چشمی، ابزارش هم داریم و میریم به ابزارش هم میرسیم، ولی منطقش اینه که میرید تو 5 دقیقه اینم میبرید تو 5 دقیقه، هم بیت کوین میبرید تو 5 دقیقه، همون رمزارز مورد نظرتون. میبینید که الان بیت کوین مثلا اینجا قرمز شده، اینم یه قرمز داره. یا مثلا اگر بیت کوین مثلا الان بیت کوین یه دونه قرمز داشته یه دونه سبز داشته، ولی اینجا این 3 تا سبز داره. خب یعنی میبینید که داره یه رفتاری مخالف جهت بیت کوین انجام میده. حالا یا در اثر ریزش بیت کوین قیمتش خیلی افتاده پایین، مجبوره یه اکشنی انجام بده، یا نه اصلا امروز روز پامپشه، یعنی به هر دلیلی با هر منطقی این تصمیم گرفته امروز قیمت رو بکشه بالا، خلاف جهت بازارم حرکت بکنه. این یه کاریه که میتونید مطمئن باشید که پامپ شما تشخیص دادید. و حالا اینجا که در مورد این پرایس داشتم صحبت میکردم، من باکسم رو اینجا $250 بستم. خب این مثلا 6 چیه غن، اینم بد. امروز اصلا الان مارکت وضعیت خوبی نداره، مثلا این الان چی 9 خورده، خب خوبه. هایپر هم بده، 15 خورده. رون یه موقع این اگه نتونست بگیره، حالا میتونه موقع شاید ریفرشش باشه. رونو یه بار دیگه من بزنم. رونو میگه گوده، عددش هم بالاست، بریم یه نگاه بهش بندازیم. خب الان BTC رو هم بیاریم. ببین BTC مثلا 2 تا
قرمز داشته، یه دونه مثبت داشته، 2 تا قرمز یه دونه مثبت. ولی اینجا نگاه کنید، بیت کوین پامپایی که کرده اونجوری نبوده که خطشو بشکنه. این نگاه کن اومده یه بار خطشو شکونده توی همچین رفتارایی. معمولا این داره نشون میده که من قراره بیام بالای اینم ببینم. خب به این صورته که اون رمزارزهایی که میخوان پامپ بکنن، حالا این الان امروز مارکت تو شرایطی نیست که اینا پامپ خاصی بخوام بکنن، دارن خودشون نجات میدن، دارن برای بقا مبارزه میکنن. یعنی قیمتشون به یه حدی رسیده که اگر اکشنی انجام ندن، اگر یه پامپ کوچیک نکنن، دیگه رمزارز میره پی کارش، دیگه همه میفروشن و به صورت فجیع امکان داره دیلیست بشه از مارکت، مجبوره اون بازارگردان یه اقدامی بکنه. خب ولی شما مثلا میبینید اگر بیت کوین اینقدر پامپ کرده، میبینید این توی همون بازه زمانی اومده 2 برابر اون پامپ کرده یا 4 برابر اون پامپ کرده. و بعد که بیت کوین یه ذره ریخته، اینم ریخته ها، ولی ریختنش به یه استپ بالا بوده. چون قبلا یعنی میاد با هر ریزش بیت کوین یه ذره میریزه، ولی با هر پامپ بیت کوین چند قدم پامپ میکنه. این یکی از نشانه هاییه که توی رمزارزهایی که روز پامپشون هست میبینیم. که البته کلا الان وقتی بیت کوین اینجوری داون ترنده، به عنوان پامپ چیزی رو نباید نگاه بکن. حالا چند تا تولز داریم، میریم جلوتر میبینیم. این از سیگنال، یعنی اینی که شما وضعیت کلی مارکت رو بتونی یه جوری بررسی بکنی که بتونی یه فیوریت لیست برای خودت بسازی. حالا مثلا این هم میذاریم تو فیوریت لیستم. خب بتونی یه فیوریت لیست بسازی که بتونی روشون تصمیم گیری کنی. در ضمن یه نکته هم داشته باشید. حالا این الان میگه باکس $250 خوبه. خب من اگر بخوام مثلا با $600 وارد این بازار بشم، وارد این رمزارز بشم، بهتره بیام مثلا با بازارهای $100 ازش بخرم، یا نه یه جا لیمیت بذارم. کلا برای اوردر بای لیمیت از همه بهتره، برای اوردر سل استاپ مارکت بهتره. چون شما یه رمزارزی رو خریدی، بعد اگر بخوای برای فروشش هم اوردر لیمیت بذاری، اینجا همه میبینن دیگه، خود بازارگردان هم میبینه. شما یه فرض رو بگیر که اینا مثلا خیلیش فیکه، برای خود بازارگردان قرار نیست اگزیکیوت بشه، یا اگه اگزیکیوت هم بشه داره از این جیب میریزه به اون جیب، بعد اون وسطاش مثلا فقط یکی برای شماست و 2-3 تا هم برای بنده خدای دیگه. وقتی میبینی شما اونجا قیمت فروش گذاشتی، نمیاد انقدر وای میسته که شما کنسل بکنی یا روی قیمت دیگه بفروشی. یعنی انقدر ترس ایجاد میکنه توی اون چارت که شما بیخیال بشی بفروشی. ولی وقتی توی استاپ مارکت بذاریم، این دیگه ویزیبل نیست برای اون بازارگردان و اون رمزارز. خب میگه که قیمت به اینجا رسید بفروش، ها دیگه هر چی قیمت خریدار بود شروع کن به فروختن تا صفر بشه. در مورد قیمت، ما الان باکس هامون رو توی signal.js گذاشتیم روی $250. خب حالا من برم اینجا. یه نکته هم راستی بگم، توی هم signal.js هم یه دونه API کی هم داره. خب شما مثلا باید برید فرضاً توی کوین ایکس ثبت نام بکنید، ثبت نامش هم رایگانه. قسمت APIش هم میریم اینجا توی این مثلا کاربریتون اینجا کلیک بکنید، یه API منیجمنت داره. خب یه API کی هم میگیرید، اون 2 تا کد بهتون، اون 2 تا کد رو اینجا میذارید، همین access ID و secret key. خب اینو توی کد بعد بذارید، توی کدی که از گیت هاب میگیرید. و یه ابزار دیگه ما داریم، من یه ترمینال دیگه باز بکنم به اسم کلیر. یه تولز کوچیک هم داریم به اسم API. خب میگم نوت کن API.js. API کلن میگه روی پورت 3000 راست میگه. خب سیگنالمون روی پورت 3000 هستش. حالا من بذار
سیگنال رو مثلا میتونم ببندم، یا اینم نمیبستم، چرا ببندم؟ بذار مثلا درستش بکنیم. میریم اینجا، چی بودش؟ API.js. این حالا کد خودم ها، اینقدر شلوغه این کد گیت هابه که شما دانلود میکنید خلوته، یعنی دیتا اضافه یا فایل اضافه توش نداره، فقط همون چیزایی که قراره استفاده بکنیم. اینجا میام 3000 رو API ما هم لور، ولی اینا چیزی نیست که خودتون میتونید بسازید، یعنی API هم لازم. مثلا 3000 رو میکنم 3030. خب بعد میام اینو اجرا. خب این یه ابزار کوچیکه، یه تولز کوچیکه که شما اینجا کوین رو بهش میدید. مثلا BTC رو من بهش میدم، میگید از این رمزارزه من چقدر بخرم. مثلا چون الان پیشفرض اکثر ماها اینه که مثلا من اگه $1,000,000 دارم میتونم برم بیت کوین بخرم. یعنی مثلا میام اینجا توی صرافی میگم آقا توی مارکت پرایس کل دارایی منو برو بیت کوین بخر. این اشتباهه. این باعث میشه که شما یه جوری قیمت رو بکشی بالا توی اون مارکت که دیگه بازارگردان بره پی کارش، یعنی بذاره اصلا بازار رو ول کنه، چون قرار بوده پامپ بکنه تا اون قیمت. شما اومدی همه این اوردرای فروش رو خریدی، قیمت رسیده به اونجایی که قرار بوده برسه، دیگه میره دیگه، یعنی شما میمونی یا ضررت. خب شما باید ببینید چقدر دارن از بیت کوین میخرن. بذار ببینیم الان چقدر داره. مثلا 10 1 2 3 میگه بده 10,000. پس الان اگه بخوای بیت کوین بخری حداقل توی این صرافی، اگه یه اوردر 10,000 تایی بذاری ضرر کردی. خب مثلا میگیم 6,000 تا. 6,000 تا هم واسش بده. شاید مثلا چند دقیقه بعد خوب باشه ها، الان بده. خب یعنی شاید چند دقیقه بعد آپ ترند بشه بازار، یا یه حرکت های سعودی نشون بده، بیان پتانسیل های بیشتر بذارن. ولی فعلا 5,000 هم میگه خوب نی، 4,000، 3,000 دیگه. میگفت فقط 3% اینا، تا 2,000 خوبه. یعنی البته 2,000 خورده، مثلا 2,500 هم شاید جواب بده. نه همون 2,000. یعنی شما الان اگر داراییتون بیشتر از $2,000 و میخواین باهاش بیت کوین بخرید، باید بیاین باکس های 2,000 تا 2,000 تایی بخرید. یعنی 2,000 تا بخرید، وایسید یه مقدار مارکت رو نگاه بکنید، باز 2,000 تای دیگه بخرید، اگه اوکی بود باز 2,000 تای دیگه بخرید. نه یا یه دفعه مثلا $10,000 دارید، اینو به 5 تا باکس $2,000 باید تقسیم بکنید. در غیر این صورت ضرر میکنید، یعنی نمیتونید بفروشید اون دارایی رو که خریدید. شاید قیمتم بره بالا، ولی وقتی بخواید بفروشید اینجا مثلا سفارش های خریدی که هست اونقدر حجمشون بالا نیست که بتونه سود شما رو بده. یعنی باز برمیگردید مثلا تو همون قیمتی که خریدید میفروشید و کارمزدم صرافی کم میکنه، در نهایت حتی مثلا چند دلار هم ضرر کردید. با اینکه همه چیه موقعیت رو خوب تشخیص دادید، پامپ رو تشخیص دادید، ولی سرمایه اشتباه خامودید. حجم سرمایه‌تون بیشتر از اون حدی بوده که باید باشه. بنابراین اینم یه تولز کوچیک دیگه API.js. خب ما بریم سراغ این که این پراکسی رو گفتیم، بحث آفرا رو گفتیم که اول میایید فچ کوین دیتا رو اجرا میکنید، بعد سیگنال رو اجرا میکنید. API هم برای این هستش که حالا سیگنال پیش فرضشون $250 داره، اکزیکیوشن رو حساب میکنه. با API.js شما میتونید خودتون قیمت بدید، این رمزارز رو بدید، قیمت هم خودتون بدید، بگید سرمایه رو خودتون بدید، بگید مثلا با این سرمایه وارد بشم یا چی. بحث BTC گفتیم بهش میرسیم. خب ببین بیت کوین چه بخوایم چه نخوایم روی کل مارکت اثر میذاره. یعنی حتی مثالم زدیم رمزارزایی که روز پامپشون هست دارن پامپ میکنن،
یه موقع های پامپشون خوب باشه اصلا بیت کوین مثلا یه چند دقیقه هم میریزه اینا میرن بالا. خب میرن بالا توجه نمیکنن. ولی عموما به این صورته که با ریزش بیت کوین میریزن، کمتر از بیت کوین شاید بریزن، ولی با هر پامپ بیت کوین چند تا استپ پامپ میکنن و این باعث میشه که ریزش بیت کوین روشون اون اثری رو که مثلا روی بقیه رمزارزها داره نداشته باشه و این میشه روز پامپش، یعنی سوار موجای صعودی بیت کوین میشن. خب ما چند تا تولز داریم برای این که تاثیر بیت کوین رو روی رمزارزی محاسبه بکنیم. اولیش چیه؟ کوین ویاس BTC. کوین ویاس BTC چی میگه؟ من اینو ببندم، میگم نوت بکن. کوین ویاس BTC نه، کوین آندرلاین VS BTC میاد یه تعداد رمزارز از شما میگیره، همون فیوریت لیستتون. مثلا فیوریت لیست ما چی بود؟ اینا بودش. اینا بودش. خب بیاین فیوریت لیستتون رو با ویرگول جدا کنید بهش بدید. آن اینجا یه سمپل گذاشتم. این رمزارزایی بوده که تو این چند روز سیگنال های پامپ داده بودن. خب اینا رو اینجا میذارم و یه اینتر میکنم، این میره کیلاین های BTC رو میگیره، کیلاین های اینا رو هم میگیره، پامپ و دامپ های در واقع اواخرشون رو تو بازار 5 دقیقه داره با هم مقایسه میکنه و بعد یه لیست به شما میده. خب یه لیست به شما میده که بر اساس اون لیسته، خب ببین یه لیست به ما داد، میگه توی این رمزارزایی که به من دادی اگر من بخوام با بیت کوین اینا رو مقایسه بکنم، اولا به نظر من هیچ کدومشون روز پامپشون نیست. اینایی که دادی روز پامپشون نیست، ولی XRP 26 بار کمتر از بیت کوین دامپ کرده. یعنی مثلا توی بازه هایی که بیت کوین داشته میریخته XRP نریخته، مثلا حرکت صعودی هم نشون داده. خب ولی لستامپ اپوزیت بیهیویرش هم، لستامپ یعنی چی؟ ببخشید اشتباه گفتم، اون میشه اپوزیت بیهیویر که یعنی بیت کوین داشته میریخته XRP داشته میرفته بالا. خب این میشه اپوزیت بیهیویر. لستامپ یعنی این که بیت کوین اگر 2 تا خونه افتاده پایین XRP 1 خونه افتاده پایین. یعنی نشون میده که توی این لیست فیوریت من بیت کوین روی XRP اثر کمتری داشته، یعنی ریزش بیت کوین روی سولانا اثرش بیشتر بوده تا XRP. بنابراین من اگر بخوام در واقع روی کدوم از این فیوریت لیستم الان فوکوس بکنم، چون در واقع بیت کوین هم الان یه تأثیر شدید داره روی همه بازار، استیبل نیست که مثلا بازار کار خودشو بکنه. خب میگه برو XRP رو روش سرمایه گذاری کن. یعنی من باید برم توی چارت XRP اونجا بشینم تحلیل بکنم که حالا تولزش هم داریم، میریم بهش میرسیم. خب یعنی اگر شما میخواین از یه جایی سوال بکنید که از این فیوریت لیست من، مثلا فرض کنید شما فیوریت لیست تو فقط XRP سولانا ADA، خب مثلا این ICP چند روز پیش پایین تر بود توی BTC مقایسه میکنم، الان اومده بالاتر، یعنی شروع کرده یه حرکت پامپی رو شروع کرده که باز میگم اینا توی این شرایط پامپ نیستن، برای بقاشون دارن یه حرکت های صعودی نشون میدن. اگر شما بخواین از کسی بپرسید آقا تو همین لحظه الان بین XRP و سولانا و ADA کدوم رو من برم روش سرمایه گذاری بکنم، منطقا اینه برید توی XRP سرمایه گذاری کنی، یعنی میتونه سود بیشتری نسبت به سولانا و ADA بهت برگردونه. خب این یه ابزار بود، ابزار کوین ویاس BTC. یه ابزار دیگه داریم BTC Price Estimator. BTC Price Estimator کارش اینه که میگه آقا الان قیمت بیت کوین چقدر هست
بذارید من اجرا کنم BTC. نه پرایس استیمیتور. خب میگه اول یه اسم رمزارز به من بده، مثلا میگم XRP. خب میگه قیمت بیت کوین هم به من بده. مثلا ما میخوایم اینو در بیاریم که الان بیت کوین قیمتش چیه؟ 79016. این کفه اینجاست. میگم اگر بیت کوین دوباره بیفته روی 76 و 68 و 7، 76 68 7، میگم اگر بیت کوین برسه به این قیمت، به نظرت XRP به چه قیمتی میرسه؟ میگه اگر بیت کوین برسه به اون قیمتی که گفتی، XRP میشه 1.91. XRP رو هم نگاه کنیم الان 2 3 هست روی 1.90، میگه میرسه روی 1.91. یعنی شما در واقع مثلا اگه بخوای روی XRP سرمایه گذاری بکنی، میتونی بیای ببینی بیت کوین احتمالا مثلا باز برمیگرده به این قیمت، فرضاً طبق تحلیلت که یه تولزی داریم بعد از این میگیم، میگی پس اون بیاد اونجا، من میام الان برای این یه لیمیت میذارم. لیمیت رو چی میذارم؟ روی 1.91 میذارم. پیش‌فرض چی بوده؟ پیش‌فرض این بوده که بیت کوین قراره مثلا بریزه پایین تا اینجا. داری این تحلیل رو میکنی که اگه بیت کوین تا اینجا بریزه XRP قیمتش چی میشه، که اینم یه تحلیل خاصی پشتشه، یعنی اونجوری تایم اسپمی یا مثلا بر اساس هیستوریکال دیتا ها نیست، داره رفتارهای اخیر اون رمزارز رو با بیت کوین مقایسه میکنه بر اساس همون فرمولای فیبوناچی که خب سورسش دستتون هست، میتونید باز میگم بدید هوش مصنوعی براتون تحلیل بکنه. یه ابزار دیگه که برای BTC ما داریم برای لانگ ترم هست، یعنی میخوایم ببینیم تا یه سال آینده بیت کوین به چه قیمتی خواهد رسید بر اساس رفتاری که تا الان داشته. این برای شورت نیستش. خب این کد با پایتونه، کیلاین ترند آنالیسیس. اینجا باید بگیم که پی وای بکن، بذار توی اینجا، این برای همین بود دیگه PIP. اگر از این ابزار از کیلاین ترند آنالیسیس بخوایم استفاده بکنیم، اینجا نذاشتیمش. اینجا نه، این آخه اینم داد هم هوش مصنوعی نوشته ریپوزیتوری، یعنی چیزش رو رید میشو. خب اشکال نداره، میگیم پی وای چی بود؟ کیلاین آنالیسیس دات پی. خب اینو ما میزنیم، این یه محاسباتی انجام میده، یه ذره محاسباتش سنگینه خب، چون بر اساس لوگاریتم و اینا انجام میشه. BTC حالا اینو برای BTC گفتم، ولی برای رمزارزهای دیگه هم میتونید استفاده کنید. مثلا میتونید بگید XRP تا یه سال دیگه چطوری میشه. خب و choose a trading interval، میگه در واقع دیتا هایی رو، کندل هایی رو که میخوام بررسی بکنم بر چه اساسی، که مثلا ما میگیم 4 باشه دیگه، یعنی یه روزه بررسی کنم. enter the number of for prediction، مثلا میگم تا یه سال آینده چی میشه. میگه تا یه سال آینده بیت کوین دور و بر 52,000 اینا خواهد، قیمتیه که یه سری هم پیش بینی کردن. یعنی اون کسایی که شما مثلا میبینید تحلیل میکنه میگه آقا من میگم بیت کوین میرسه به 52,000 تا، خب داره بر اساس این فرمول لوگاریتم داره اینو میگه. رگرشن، لوگاریتم رگرشن، لوگاریتم ساده هم نیستش. خب لوگاریتم رگرشن یعنی بر اساس مثلا تحلیل کندل یا با چشم یا بر اساس هیستوریکال دیتا این حرفو نمیزنه، داره بر اساس فرمول ریاضی این حرفو میزنه که اصلا کارش همینه، پیش بینی بازارهای
مالی یا بازار اپیدمیک هستش. خب و این یه کوچولو سنگین هم هست برنامهش، چون تحلیل زیادی داره. اگر مثلا هنگ کردش دیگه باید ببندیدش. و بریم سراغ ابزار آخرمون که ابزار پریدیکت هستش. خب ابزار پریدیکتمون تقریبا از همه مهمتره. خب اول یه دونه pond.js رو با هم ببینیم. میگیم نود بکن pond.js. pond.js یه رمزارز ازت میگیره، مثلا ما BTC رو بهش میدیم، میگه که بر اساس چه استراتژی اینو تحلیل بکنم. خب 4 تا استراتژی، من سومی رو میزنم. حالا هر کدوم از اینا رو میتونید بدید کوپایلوت براتون بگه که داستانش از چه قراره. استراتژی ترید هم میذارم رو 3. خب مینیمم پرایس و ماکسیمم پرایس رو از ما میگیره. خب ما میخوایم ببینیم که مثلا بیت کوین اگر مینیمم پرایس و ماکسیمم پرایسش این بوده، برو کیلایناشو بگیر و بر اساس یه سری فرمول ریاضی که فیبوناچی اصلش هست اینو تحلیل بکن، ببین این رو چه قیمتایی قراره بریزه. همون قیمتایی که توی قسمت اول ویدیو گفتم که در واقع مثلا برای همون بیت کوین شما نیازی نیست بیاین کف رو بگیرید. مثلا الان کف مثلا 76 بود، 72 میتونه باشه، مثلا بیاین فقط رو 76 آفر بذارید، یعنی بقیه این پامپایی که بازارگردان داشته اینا رو بخواین از دست بدید. نه، با این ابزاری که الان با ابزار pond.js تمام اینا رو میتونید در بیارید. یعنی میتونید پیش بینی کنید که مثلا قیمت اینجا هستش، این میاد اینجا یه پامپ انجام میده. خب بنابراین منتظر میشید. الان ببینیم دیگه pond.js. یه نکته رو میخواستم بگم، مینیمم و ماکسیمم پرایس رو باید بهش بدیم. خب حالا سوال، ما وقتی کیلاینا رو داریم منطقا باید مینیمم ماکسیمم پرایس رو خودمون داشته باشیم دیگه. داستان اینجوریه که بله توی اون دیتا ها مینیمم ماکسیمم پرایس هست و یه جاهایی مارکت هم طبق همون رفتار میکنه. خب یعنی مثلا میتونه لحظه الان بگیره 24 تا ازش کم بکنه 24 ساعت و حساب بکنه 24 ساعت پیش قیمت چی بوده، الان قیمت چی هست. یه موقع هایی شاید دیده باشید که مثلا این درصد 24 اچچنجی که اینجا نشون میده به این لوهایی نمیخوره، یعنی اصلا یه درصدیه که ربطی به این دوتا نداره. نکته اینجاست که عدد لوهایی که صرافیان نشون میدن، عدد لوش که واقعیه ولی هایش واقعی نیست. یعنی هایش الزاما برای دقیقاً 24 ساعت گذشته نیست، برای مارکت اوپنه. خب مثلا به عنوان مثال کوینیکس یه چیزای حدود ساعت مثلا 5 صبح اینا آپدیت میکنه، ولی مهم درست اون عدد واقعی تره. یعنی عددی که از کیلاینا برای دقیقاً 24 ساعت گذشتهش بگیریم مینیمم ماکسیمم اون واقعی تره. خب و در واقع مارکت اون الگوریتمی که بازارگردان گذاشته داره طبق اون عمل میکنه. اما کاربرایی که توی این صفحه هستن دارن این مینیمم و ماکسیمم رو میبینن و این مهمه، چون کاربرای در واقع اکشنایی که انجام میدن باعث در واقع پیشرفت چارت میشه، حالا چه صعودی چه نزولی. خب بنابراین اینجا ما در توی این ابزار تصمیم گرفتیم که مینیمم و ماکسیمم از خود کاربر بگیریم، یعنی بگیم خودت عدد رو وارد بکن، اینجوری نتیجهش بهتر در میاد. خب میایم مینیمم رو بهش میدیم. این حالا مینیممش ویرگول هم داره، من باید یه دونه ویرگولش رو بردارم. این مینیممشه pond.js بوده، این مینیممشه. ماکسیممش هم که 84 رو چند بود؟ 84 فیکس بود. 84 1 2 3. خب این میاد بر اساس فیبوناچی و یه سری در واقع
دیتاهای دیگه یه تحلیلی میکنیم، یا الان طبق وضعیتی که هست ما این مارکت استیبله، بر اساس اون پامپ و دامپی که داشته استیبل. خب و قیمت هایی که ممکنه بهش برسه، رو اینجا لیست کرده که در واقع مثلا ما روی چند هستیم؟ روی 79 خورده ای هستیم، 79 و 25 هستیم. 79 و 25 اگر 79 و 46 رو رد کرد یعنی داره میره رو سمت 81 خورده ای. میتونید مثلا اینو توی محاسباتتون داشته باشید. یعنی اگر شما مثلا اینجا بیت کوین رو بخرید، فرض میکنید بازار سعودی اینجا خریدید، سعودی که یعنی 84 بوده ریخته پایین، الان داره دوباره برمیگرده بالا. خب دوباره برمیگرده بالا، الان دور و بر 79 و 25. نکته مهم واسه من اینه که آیا این 79 و 46 رو رد میکنه میره بالا یا نه میخواد مثلا ماکسیموم تا همون 79 و 46 بازی کنه. یعنی من اگر الان با هر منطقی بخوام بیت کوین رو بخرم، اول وای میستم ببینم 79 و 46 رو رد میکنه یا نه. اگر رد کردش توی مثلا اون ترس بعدی، توی سقوط بعدی که داشت میخرم، چون این یه سیگنال به من نشون داده که میخواد به 81 و 19 حمله بکنه و اینجا دامپ پرایس ها رو لیست کرده دیگه، یعنی از 84. اینا نقاطیه که خیلی مهمه. ببین یه فیبوناچی رو من اینجا هم بهتون نشون بدم، بذارید بیایم توی اینجا توی تریدینگ ویو یه لود بشه صفحهش، یه رمزارزی رو بیاریم، مثلا من بزنم BTC USDT. خب اینجا یه سری چیز داره، ایندیکیتور داره. یکی از ایندیکیتورهای خوبش به اسم سوپر اسکالپر 5M 15M 4M هستش. سوپر اسکالپر رو توشون سرچ بکنی، یعنی اینجا میاد میگیم سوپر اسکالپر. سوپر ترند بوده قبلا ولی خب مثلا خیلی کپی های مختلفی ازش گذاشتن. خب اینا پایین اسکریپت دیگه، یعنی میتونی اسکریپتش رو برداری خودت اینجا توی این کنسولی که پایین داره عوضش بکنی، به عنوان یه اسم جدید منتشر بکنی. خب ولی این سوپر اسکالپره که 5M و 15M و سوپر اسکالپر 5M 15M این خیلی مثلا معروفه، الان داره خوب کار میکنه. این میاد چیکار میکنه؟ میاد بر اساس حالا محاسباتی که داره که باز کد پایینش هم میتونید ببینید، الان کد پایین اسکریپت دیگه، میتونید کد رو بدیم به در واقع کوپایلوت، خب برامون ترجمهش بکنه که داستانش از چه قراره. اینجا یه دونه کنسول هم داره، کجا؟ لاگز. خب توی لاگز میاد که الان لاگزش خالی، یعنی میتونید توی این کده یه سری لاگ هم بذارید که این ورم براتون لاگ بکنه که حالا ما کاری با اون نداریم. اینجا بودم، ببینید داستان از این قراره که ما فیبوناچی اینجوری میگه آقا این حرکت پامپی که الان داریم میبینیم، این ابزارش اینه. فیبوناچی میگه حرکت پامپ از اینجا شروع شده تا اینجا اومده. خب فیبوناچی میگه که مثلا وقتی این تا اینجا اومده، این احتمالاً ممکنه برگرده. خب یعنی ممکنه که نه، برمیگرده. هیچ پامپی که یه سره نیست. حالا داستان اینه وقتی ما که پامپ رو تشخیص دادیم، این الان داره پامپ میکنه. نکته اینجاست قیمت ورود ما چی باشه؟ بیایم همین بالاهایی که مثلا توی پامپ اونجا بخریم یا نه منتظر باشیم برگرده؟ حالا که برمیگرده کجاها برمیگرده؟ خب مثلا میگه که فیبوناچی این حالت رو داره، میگه اگر مثلا انقدر درصد سقوط، یعنی تا این خط قرمز اومد، بذار اینجاها رو هم ببینی، شاید از این خط هم عبور کرد. ولی اگه مثلا اومد تا این وسط ها نشون داد دارم میرم بالا، میدونی قیمت ها اون بازه های قیمت رو براتون دسته بندی میکنه. خب
به شما. خب الان ببینید الان همین جا شروع کرده به نزولش نزدیک این خط قرمز است. خب یعنی احتمال زیاد این میفته پایین این خط قرمزه. متوجه میشه؟ اصلا یه بار هم خودش نشون داده، یعنی نه هنوز مثلا این آره دیگه، این کندل سبزی که اینجاست افتاده یه بار پایین این خط قرمزه، بنابراین این میفته پایین خط. یعنی اگر شما بخواید وارد این مارکت بشید بذارید این خط قرمز رو رد بکنه، خودش هم یه سیگنالایی میده، مثلا میگه الان بای بکن یا الان سل بکن. البته یه اپسیلون دیر میده، ولی خب میدونید برای این هستش که مثلا شما یه حرکت پامپی رو پیش بینی کردید میتونید یه کانفایر هم اینجا ازش بگیرید. حالا ما کاری با این نداشتیم، خب یعنی نمیخوایم بریم توی ترید ویو، داشتیم فیبوناچی رو میگفتیم که مثلا این عددا از کجا آمده. خب ولی به هر حال این استپای مهمی هستن. خب و یه دونه دیپ دامپ برامون محاسبه میکنه. دیپ دامپ یعنی این که اگر این از اون کف قیمتی که ما بهش دادیم، کف قیمت اون چی بود؟ 76 و خورده ای بود. آره دیگه کف قیمت اون 100% است، 76 و 67. میگه بعد از اون چه قیمتایی رو میتونه ببینه. میگه اگر از 76 و 67 افتاد پایین، اول منتظر 74 و 67 باش. بنابراین من اگر ببینم بیت کوین الان روی 79 به هر طریقی میخواد بیاد پایین اینجایی که این کفی که زده، من چشمم دنبال چی میگرده؟ دنبال اول 74,000 میگرده. یعنی احتمالا مثلا تا 74,000 میاد، بعد مثلا باز میره تا 76، بعد باز میریزه میاد 72، باز از 72 مثلا میاد تا 73، یه موقعی هم دو تا پله میریزه. یعنی این دیگه رفتار مارکته. یعنی مثلا رفتار مارکت رو باید ببینید که اون ترسه به چه صورت هست توی مارکتی. مثلا اینجا این سقوطش رو از این نقطه، از نقطه 84,000 وقتی ریخته 2 تا خونه اومده پایین، ولی باز اومده تو همون حدودای قیمتی که با فیبوناچی میشه پیش بینی کرد. و یه سری هم پامپ پوینت به ما نشون میده. پامپ پوینت و منطقاً با نه فیبوناچی با هیچ فرمولی نمیشه گرفت، چون پامپ پوینت یه تصمیم شخصیه. تصمیم شخصی اون بازارگردانه که میگه من الان میخوام تا 125,000 برسونم. حالا شاید هم موفق نشه برسونه، ولی تو همون حوالی بره. خب ولی باز یه پامپ پوینتی براتون هم پیش بینی میکنه. خب مثلا اون دوستانی که میان تحلیل میکنن میگن آقا بیت کوین میرسه تا 135,000، اینجا رو دارن میبینن. میدونی یعنی بر اساس فیبوناچی یه پامپ پوینتی دارن براش حساب کتاب میکنن که میگن میرسه مثلا تا این قیمت. ولی یه سری هیستوریکال دیتا هم براتون پیدا میکنه. یعنی میگه آقا مثلا توی نقاط مشابه، نقاط قیمتی مشابه، مثلا وقتی بیت کوین رو این قیمت بوده، استپای بعدی که بهش رسیده اینا بودن، مثلا به 90,000 رسیده. خب یا مثلا به 87 رسیده، به 88 رسیده، و در نهایت میاد کل تاریخچه کیلاینای اینو براتون لیست میکنه که اینا هم به این صورتی که میگه اوپن چی بوده. اوپن یعنی که اون کندله از کجا شروع شده، رو چه قیمتی شروع شده. خب و پایینش چی بوده؟ پایین امکان داره پایینتر از اوپن باشه دیگه. یعنی یه کندلی مثلا رو قیمت 2 استارت زده اومده بالا، بعد ریزشی شده اومده مثلا روی 1. خب بنابراین قیمت لو الزاما بالاتر از اوپن نیست و یه قیمت های میده که این ماکسیموم تا کجا رفته و نهایت قیمت کلوز، یعنی کجا این کندل بسته شده رفتیم سراغ کندل بعدی، که این روزانه است دیگه. این هیستوریکال دیتای روزانه است. اینا رو هم میتونید با چشم ببینید، هم حالا خودش یه سری قیمت‌های نزدیک رو براتون در آورده. خب ولی میتونید سرچ هم بکنید.
مثلا 79 و 19. من یه کنترل F میزنم، میگم مثلا 79 و 19 چیا داشتیم. البته این 1000 نیستش، ولی رفتار این برای تاریخ 2018 5 تا دیگه هم پیدا کرده و کاری نداریم. ولی اینو میخوام بگم با این که برای تاریخ 2018 ولی تقریبا رفتار مارکت یه موقع‌های مشابه در میاد. یعنی برای اون خیلی، یعنی از دلیل ذهنیت اون، منظورم ذهنیت اون بازارگردان بیت کوین اینجوریه که مثلا وقتی به یه 10 جلوش هست به هفتش میرسه، احتمالاً مثلا تا 9 و 3 دهم میره، تا 9 و 9 دهم میره، یا تا 8 و 1 دهم میره. مثلا اینجا گفته 800 یعنی 700 بوده، رسیده به 800 و 100. ببینید این فیبوناچی ما هم اینجا اینو پیش بینی کرده، میگه احتمالاً میره به 81 و 19. منظورم درسته اون اصلا زیر 1000 بوده، این الان نزدیک 100,000، ولی عدداشون، یعنی بازه های عددیشون تقریبا نزدیک به هم و بازارگردانه داره یه رفتار مشابه نشون میده، چون ذهنیت بازارگردانش این شکلیه. بنابراین میخوام بگم توی این کیلاین هیستوریکالی هم که داره به شما نشون میده، میتونید یه همچین برداشتایی بکنید، یه همچین شبیه سازیایی انجام بدید. خب این pond.js بود و اما مهمترین ابزار ما و آخرین ابزاری که توی این ویدیو با هم بررسی میکنیم فیبوناچی الرته که مهمترین تولزیه که هم میتونه توی وقت شما، توی انرژی شما صرفه جویی بکنه و معاملات رو دقیقا به شما بگه. اینجا یه دونه کلیر میزنم، یعنی نقاط ورود رو به شما آلارم بده، بهش میگم نوت بکن فیبوناچی alert.js. خب میگه یه رمزارز به من بده، مثلا میگم BTC، میگه استراتژی تو بده، استراتژی شماره 3 رو انتخاب میکنم، مینیموم پرایس تو میگه بده، آره دیگه همین این مینیموم پرایسمون بود، ماکسیموم پرایسمون هم 84,000 بود. خب این از اسکریپت فیبوناچی الرت از pond.js به ارث گرفته شده، یعنی اون فانکشنالیتی که اونجا داشتن و کپیشو گرفته، ولی هم اومده لاگشو کلین تر کرده. خب یعنی و برای دامپ از فیبوناچی الرت برای پامپ استفاده نکنید. برای اینه که میبینید بیت کوین داره میریزه، قدمای بعدیش که قراره بریزه کجاها هستن. خب و اگر ریخته داره میره بالا، به همین ترتیب خونه های بالایی که میره قدماش کدوم هستن. یه نکته قبل از اینکه عددا رو نگاه بکنیم، نکته مهم اینه که هر چقدر این مینیموم ماکسیمومی که بهش میدید با عدد مارکت اوپن یکی باشه. مارکت اوپن یعنی چی؟ یعنی این که ببینید مثلا بیت کوین روی 84,000 بوده، خب و آمده اولین قدمی که آمده 79,000 دیده، وقتی ریخته 79,000 دیده. اون کسایی که توی مارکت بودن و تا الان بیدارن، مثلا دیگه مثلا حسابش بکنم کسی که 84 رو دیده ریخته رو 79 دیگه، مثلا تو بودن شاید تا 8 ساعت بعدش تا 10 ساعت بعدش بیدار باشه، اونا دارن روی مارکت اثر میذارن. میخوام اینو بگم درسته که الان کف قیمت 76، ولی وقتی شما یه فیبوناچی الرت رو میبندید الان، یعنی یه مینیموم ماکسیموم بهش میدید، امکان داره قیمت بیاد الان از 76 و 66 بریزه پایینتر، ولی وقتی ریخت پایینتر شما نه این فرمول فیبوناچیتون رو عوض بکنید، چون اون آدمایی که الان توی این مارکت هستن و دارن روش اثر میذارن همون قیمت شما رو دیدن، هنوز تصورشون اینه که مثلا یه 76 این وسط بوده. متوجه میشید چطوری میگم؟ منطقا باید بیایم اون عدد پایینتره رو بهش بدیم، ولی اینجوری براتون بگم فیبوناچی الرت رو استارت میزنیم، اون مینیموم ماکسیمومی که بهش میدیم و
تا اون روز کاریتون، یعنی تا اون موقعی که پای مارکت هستید و میخواین ترید کنید که قرار شد فقط شورت باشه، یعنی نه یه چیزی رو بخرید برید بخوابید. بازار الان تو فاز جنگه، اصلا بازاری نیست که بخواد به فکر حال شما باشه که ازش رضایت داشته باشید، فقط به فکر این جیبتون رو خالی کنید. توی اون روزی که بیدار، تا اون موقعی که بیدار هستید، میتونید فیبوناچی الرت دست نزنید. اینجوری دقیق تر جواب داده به من و دلیلش هم اثرات روانی اون کساییه که اون قیمت رو مثل شما دیدن و هنوز هر قیمت جدیدی هم واسه بیت کوین ثبت میشه با اون ذهنیت دارن توی مارکت معامله میکنن. ولی به هر حال این فیبوناچی الرت هی هم آپدیت میکنه. اینتروال کانتو اینجا میزنه، یعنی میگه از موقعی که باز کردی تا الان من 3 بار آپدیت کردم. 3 بار آپدیت کردم که چیکار بکنم که ببینم اگر از یک کدوم از این قیمت ها افتاد واسه یه موزیک پخش کنم. یعنی مثلا شما صفحه رو باز، صفحه که این که بروزری که فوکوس میشه، وی اس کد هم داشته باشید مثل ساعت کار میکنه، اسکریپتش هم اسکریپت سبکیه و میرید دنبال کارتون، صدا هم زیاد میکنید. هر موقع این یه صدایی داد میاین آی کچینگ میکنید. خب آی کچینگ میکنید که حالا الان مثلا یه مقایسه هم بکنیم. میگه که الان 79 و 42 79 و 46 یه استپ مهمه. خب از اون طرف یعنی اگر ببینید که به این به 79 و 46 نمیرسه، باید منتظر باشید قراره بیاد 78 و 23 رو ببینید. یعنی شما هم میتونید برید منتظر باشید روی 78 و 23 یا مثلا پیشنهاد لیمیت نذارید تا حداقل توی این بازار. چرا پخش کرد؟ چون یه لحظه قیمت رفت بالای 79 و 46 بعد باز افتاد پایین. الان این 5 دقیقه شما کنه یه لحظه رفت بالا، این افتاد پایین. حالا اگر این کار رو چند بار دیگه تکرار بکنه، خب باید اینجا میشه آی کچینگ. یعنی شما باید تشخیص بدید که این چند بار دیگه تکرار میکنه، میخواد اینو پس بکنه بره استپ بالاتر یا نه دیگه نمیتونه از این در واقع رد بشه و این نشون میده که میخواد بره بالا ولی هی میفته پایین، یعنی ترس بازار زیاده میخواد بفروشه. که چیزی که اینجا معلومه احتمالا میخواد بره بالاتر. خب چیزی که اینجا داره نشون میده میخواد بره بالاتر، ولی عجله نکنید، صبر بکنید که چون هر کندل در واقع سبزی اگر پامپ باشه یه دامپی هم داره. چرا؟ چون اون کسایی که طمع کردن ترسم میکنن میفروشن. یعنی خود مارکت هم بخواد بره بالا به اندازه یه لحظه هم که شده به اون قیمت در واقع پایه‌ای که بوده یه لحظه برمیگرده. خب اما خب بهتر شما نزولگرا باشید. من یه تصویری اینجا داشتم، بذارید الان رو خود اینجا بگیم. ببینید مثلا فرض کنید ما توی فیبوناچی الرت این کف رو پیش بینی کرده بودیم. حالا شاید خود این کفه نه، ولی قیمتی رو که مثلا توی اون جدوله به شما نشون داده مثلا روی 76 و 83 بوده، ولی تو یه ذره هم اومده پایین‌تر. همینو میگم باید آی کچینگ بکنید. یعنی بیاین اینجا واسهتون موزیک پخش میکنه، شما بیاین پای کامپیوتر به جای اینکه کل 8 ساعت روز رو چشتون رو خیره کنید و در نهایت اون استرس بازار بر شما غلبه بکنه، بیاین توی اون نقاط کلیدی که آهنگ براتون پخش میشه بیاین آی کچینگ بکنید. یعنی ببینید به تا اینجا اومدش، یه ذره هم احتمال بدید یه ذره بیاد پایین‌تر، چون اگرتون باشه مینیمم عوض شده دیگه. یعنی طبق فیبوناچی هم بخواید حساب کنید یه در واقع مینیمم دیگه است. ولی گفتیم چون اون آدمایی که توی این مارکت هستن با همون ذهنیت دارن نگاه میکنن، یه تأثیر اون شکلی میذارن روی مارکت. اینجا های کچینگ کن.
ولی به هر حال خب شاید شما هیچ موقع تو کف نتونید بخرید و توی ماکس نتونید بفروشید، شاید بر اساس شانس این اتفاق بیفته براتون مثلا یکی دو بار تو ترید، ولی معمولا تریدر موفق کسی که نزدیک به کف بخره، نزدیک به ماکس بفروشه. حالا مثلا ما توی فیبوناچی الرت 86 خورده ای رو دیدیم که من دیده بودم خب، و دو به شکیم که آیا این بیشتر از این مثلا قراره 2 تا خونه بریزه یا نه همین یه خونه ای که ریخ رسید به 86 همینجاش دیگه کافی بود. ببینید بحث همون ترس و طمع، این یه بار رسیده به اینجا رفته بالا، یعنی پامپو نشون داده که من دیگه نمیخوام بریزم، بعد اون کسایی که اینجا خریده بودن یه ترسی براشون ایجاد شده، سریع فروختن که فرصت رو از دست ندن، سود کردن دیگه. حالا سود خود اون ارزش دلاریش که شما چند دلار سود کردید یه طرفه، اون بحث حس روانی که به شما دست میده اون یه بحث دیگه است. خب به هر حال احساس سود کردن فروختن، مارکت ریخته اومده تا اینجا باز رفته بالا، یعنی میبینید از این خطه هی رفته بالا اومده پایین، معمولا 2 تا 3 بار این کار رو انجام میده. اون لاینی که مثلا همین الان مثلا ما گفتیم اینجا احتمالا میره بالا، خب الان از اون خطه رد شد ولی باز نگاه کنید یه ترس بهش میخوره میفته از اون خطه پایین. این از یعنی تو اون خط شما میبینید لاین فیبوناچی که پیش بینی کردید و میبینید، میتونید استرسی نشید، بذارید اگر یکی دو بار از اون خط پرایس جابجا شد مطمئن میشید که اون نقطه درستیه و الان دیگه موقع خریدنش هست. و همینطور نگاه کنید اگر خریدید و یه پامپی کرد دوباره دامپ کرد بازم نباید به ترس. یه دونه اول ویدیو گفتیم وقتی بر اساس این ریاضیات یه استدلالی میکنید پاش وایسی، وقتی میبینی یعنی این تا اینجا اومده پایین روی اون قیمتی که شما پیش بینی کرده بودید داره حرکت پامپی نشون میده، بدونید که اون قرمزی هم که دارید بعد از این سبز میبینید بحث ترس بازاره، چون این همه ترس نشون داده بازار و الان اینجا هم که یه حرکت سبز شده اون کسایی هم که خریدن این ترسا رو دارن پس میدن دیگه. یعنی اینا ترسیه که مارکت نترسونده دیگه، انقدر ترسونده خود کاربر داره رفتار ترس نشون میده، ولی بازم میبینید که رفته بالا. خب ولی خب اینا رفتن بالاش هم اینجوری نمیگم شورته، یعنی اینجوری نبگید دیگه رفت الان جمع میکنه تا 125 میخواد بکشه بالا یا حتی تا 95 میخواد بکشه بالا، نه داره فعلا برای بعد، چون خودش هم بخواد واقعا یه حرکت مثبت نشون بده یه زیاد طول میکشه تا اعتماد کاربرا دوباره برگردی که با این شرایط لیدری که توی لیدرشیپ های دیدی چند بار داره این خط رو رد میکنه و این نشونه خوبیه که اون لاینی که شما در نظر گرفتید لاین درستی بوده. و نکته دیگه ای الان ندارم که بگم، مالا یه پاوز میکنم خودم یا آنتراک برم، شاید یه مقدار درد دل شخصی با هم انجام بدیم. خب به عنوان صحبت آخر دیگه الان اینجا صبح هم شده، همه اتاق ما هم کاملا مشخصه، ببخشید دکور مناسبی نداره. خب اینم نگاه کنید از این داره میره بالاتر. خب ولی ببین از همین آخر شروع بکنیم. اینجا اگر شما بخواید وارد بازی بشید میشه داستان این که شما وارد بازی بازارگردان بیت کوین شدید و این خطرناک. بهتره بازی رو شما شروع بکنید. یعنی اگر ما بخوایم چند تا نکته مهم اینجا بررسی بکنیم، اینیه که شما گیم استارتر باشید، نذارید با هیجانی که مارکت به شما میده
شما رو مجبور بکنه چه کندلی رفتش بالا. ما هم درست تشخیص دادیم ها، یعنی دیدیم که چند بار از اون خط، از اون لاینه داره رد میشه، احتمال دادیم که میره بالا و الان هم میدونیم الان احتمالا ببین از این کندل رد شده این سیف شد دیگه، 79 خورده ای سیف شد. خب این قراره بره تا 80 و 33. یعنی من اگر، یعنی بهتره اینجوری بگیم الان توی حالت کلی کاری به این شرایط الان ندارم، توی حالت کلی خوب نیست که من اینو بیام اینجا بخرم. خب خوب اینه که من از قبل بازی رو پیش بینی کرده باشم، اینو روی 76 میخریدم، اینجاهایی که میومد شاید مثلا اگر میفروختم با یه حس پیروزی باز وارد بازی میشدم. الان من اگر وارد بازی بیت کوین بشم به خاطر اینکه این کندل سبز شده باشه یه سودی میگیرم اینجا، خب یه سودی میگیرم، ولی چون بازی رو من شروع نکردم گیج میزنم، همون سودی هم که گرفتم تو 2 تا حرکت بعد شاید با یکم بیشتر ضرر پس میدم به بازار. خب بنابراین هر سودی خوبه که استیبل باشه و سودی استیبله که شما شروع کننده یه بازی باشید، نه اینکه یه بازی رو مارکت شروع بکنه و شما برید داخلش درگیر بشید. و نکته که شاید به عنوان درد دل شخصی باشه اینه که این ابزاری که الان معرفی کردیم، ابزار آنترا، خب نسخه چندمش هست، یعنی من چند تا نسخه از این ابزارهای دیتا درایو، یعنی بر اساس دیتا تحلیل بکنه مارکت و به شما توی انتخاباتتون کمک بکنه آوردم بالا، حتی مثلا جاهایی پرزنت کردم با تریدرهای خیلی گردن کلوف که در حد $1,000,000 کار میکنن، اصلا $100,000 اینا رو نگاه نمیکنن، باهاشون مشورت کردم و حتی مثلا تولزهای قبلی منم مثلا خوششون آمده بود. ولی میخوام اینو بگم که این تولزی بود که من نباید اینو پرزنت عمومی میکردم. خب اما با توجه به شرایط جنگ اقتصادی که به کل دنیا حاکمه و شرایط مضاعفتری که خب خودتون میدونید به ایران عزیز ما حاکم هست، این کوچکترین کاریه که من تصمیم گرفتم به عنوان ایدی به شما عزیزان تقدیم بکنم. امیدوارم که مورد قبول واقع بشه و آرزوی پیروزی و سربلندی میکنم برای همتون. موفق باشید، مطمئن باشید دوباره همدیگر رو خواهیم دید. در پناه خدا.